در این قسمت مبحث نور رو ادامه میدیم. خب من این نوری که به صورت پلنی کشیده بودیم با ویری لایت رو پاک میکنیم. حالا میریم سر وقت نورهای دیگه. لیست رو باز میکنیم، میذاریم رو حالت ویری. این دوتا بالایی رو چیکار کردیم؟ این نور ویری لایت و اصطلاحاً ویری لایت رو توضیح دادیم. حالا بریم سر وقت نورهای دیگه. دومین نور رو میخوایم توضیح بدیم. خب نوری که میخوایم توضیح بدیم این گزینه ویری امبینت لایت. تقریبا بگم انقدر شاید نور یعنی میتونیم با نورهای دیگه این کار رو انجام بدیم. اینو که بزنید یک کلیک کنید، خب یک نور تو فضات میذاری. با موو هم اینو میای چیکار میکنی؟ میاریش تو ارتفاع مثلا مناسب میذاری و خدا رنده میگیری. این کاری که انجام میده محیط رو انگاری که همون نور محیط ایجاد میکنه. با همون گزینه های قبلی هم که گفته بودیم اینا قابل چی هستن؟ یعنی انجامن و نیاز به این نور شاید مثلا نباشه که فضا رو بخوام چیکار کنیم؟ روشن کنیم. یعنی روی نور فضامون تاثیر میذاره. با نورهای دیگه کار کنیم معمولا نتیجه بهتری میگیریم. با همون مثلا دام کار کنیم یا اصلا با خود ویری لایت تنظیمات رندر کار کنیم نتیجه مطلوب تری به ما شاید بده. اینو هم که انتخاب کنید بیاید توی مودیفای، تنظیماتش اینجا قابل چی هست؟ اصطلاحاً تنظیمه که اصطلاحاً شدتش میبینید، رنگش میبینید خیلی تیره است. مثلا روشن که بذارید یعنی تقریبا رو حالت یه خود مثلا حالت نوک مدادی بود و مثلا میبینید فضا رو خیلی روشن‌تر میکنه. پیشنهاد این نور رو نه اینکه اصطلاحاً استفاده نکنن، پیشنهاد این نور رو نمی‌کنم و معمولاً من ندیدم کسی از این نور بخواد توی فضا چیکار کنه، استفاده کنه. ولی بدونید خب چنین نوری هست که اینجا میتونیم این نور رو چیکار کنیم؟ اعمال کنیم. تنظیمات ساده‌ای هم داره، یعنی برخلاف اصلا نورای قبلی که شاید مثلا کلی مثلا سربرگ داشت، اینجا خب تقریبا یه رنگ و یه شدت و یه چند تا گزینه دیگه یا عکس هم میتونی به این بدی که اصطلاحاً تحت تاثیر اون عکس بیاد این نور رو اعمال کنه. نوری که گام بعدی میخوام توضیح بدم IES هستش. نور بسیار پرکار و مهمی هستش این نور. این نور کاری که واسه من انجام میده این هستش که من میتونم بر اساس یک فایل IES این نور پردازیمو انجام بدم. شاید قبلا هم به کلمه واژه IES اشاره کرده بودم که ما اومده بودیم روی دیوار یه نور شبیه نور هالوژن انداختیم که برای اون که اون خطوط نور رو دیوار بندازیم اومدیم یه عکس استفاده کردیم و تو اون فولدری که معرفی کرده بودیم یه چند تا فایل IES بود. شما به این شرکت‌های سازنده این اصطلاحاً هالوژنا به سایتشون که رجوع کنید خیلی هاشون حتی یه فایل IES اون هالوژن هم دارن. این نور این قابلیت رو داره که فایل IES میشه بهش اعمال کرد. خب روال کارش به چه صورته؟ اینو که بزنید یعنی ویری IES بزنید یک کلیک میکنید، با یک کلیک نور ترسیم نمیشه. یک کلیک رو درک میکنید، پس این نور یک نور جهت داره، پس توجه داشته باشید. با یک کلیک این نور ترسیم نمیشه. یک کلیک میکنید نقطه اصطلاحاً جای قرارگیری اصطلاحاً نور، نقطه دوم تارگتش محل اصطلاحاً هدف اون نور. حالا یه رندر میگیره همینطوری زیاد شاید انقدر فعلا مثلا تاثیرم نداشته باشه، یعنی بعد وارد تنظیماتش بشیم بریم یک سری کار روش انجام بدیم. مورد اول که قبلا تو خصوص نورا خیلی تاکید کردم همیشه یادتون باشه اولین مورد تو هر نوری جا و موقعیت و جهتشه. یعنی هزار جور کارم روی نور انجام میدی جاش درست نباشه خب حقیقتا چیز درستی هم از آب در نمیاد. خب مثلا این نور خب من گفتم میتونه نورایی باشه که مثل هالوژن باشه و به یه دیوار بخوره و اون نوری که میخوایم روی دیوار بندازه. خب پس منطقه اینه مثلا فکر کن این دیوار اتاق خوابه یا مثلا یه جای لابیه. البته خب سقف هم باید مدل بشه، حالا بعداً به اینا میرسیم. من میخوام از زیر سقف یه هالوژن دارم نور به این دیوار بتابه یا اصلا یه چراغ شب خوابی اینجا دارم این نور میخواد مثلا روی دیوار اون پرتوهای مورد نظر رو اعمال کنه. خب پس من میام این کارو میکنم توی یک نمای روبرو اینجا این رو تو این نما میکشم، میام ویری IES رو میزنم از اینجایی که حالا مثلا زیر سقفه یا مثلا محل قرارگیری نوره به یک زاویه به سمت دیوار این رو ترسیم میکنم. خب البته باید تو نمای پلنم بیاید این رو چیکار کنید؟ جاشو تنظیم کنید. میبینید میتونید دوباره اینو انتخاب کنید جابجاش کنید. یه نکته هم توجه داشته باشه که قبلا هم به این نکته اشاره کردیم، اگر خواستی نور یا جابجا کنید سخت شد چون باز ما اینا خیلی شروع بشه این لیستو باز کن
میذار رو حالت لایت دیگه. مثلا این باکس ها و اینا انتخاب نشه، اینم انتخاب شه، اینم نور بود دیگه. میبینید راحت تر میتونید انتخاب کنید. یه نکته دیگه هم توجه کنید، روی این نورای جهت‌دار، یعنی نورهایی که یه اصطلاحاً محل قرارگیری سورس دارند، یه محل قرارگیری تارگت دارن، رو هر کدوم که کلیک کنی میتونی اینا رو جابجا کنی. میبینید کنترل زد میزنم، میتونی تارگتش رو بگیری جابجا کنی. یه کار دیگه هم میتونی بکنی، اگر روی این خطش محورش کلیک کنی، حالا جابجا کنی، اصطلاحاً کلی جابجا میشه. بعضی موقع مثلا میخوای موقعیت کلی اینو جابجا کنی بذاری اینجا، یه بار بخوای اصطلاحاً تارگتش رو بگیری اینطوری جابجا کنی، یه بار دیگه مثلا سورسش رو اول بگیری، یه بار دیگه تارگتش رو بگیری جابجا کنی، شاید راحت نباشه. دو تا کنترل زد میزنم، چند تا کنترل زد میزنم، حالا روی این خط آبی وسط کلیک میکنم، اینو میذارم اینجا. خب الان حالا محل قرارگیری نور اینجا باشه. دقت هم داشته باشه، یه نکته مهمی هم که داریم اینه، این نور هم مثل این نورای رشته‌ای پشت این دیوار چه زمانی خودش نشون میده. فضا یا آفتاب خورده یه روز خیلی روشن، خب زیاد نور تاثیر نداره. اصولا مثلا باید فضا یه خود تیره باشه، یه خود فضا تاریک باشه که اصلا این نورا اون مفهوم لازمه رو داشته باشن. حالا شیفت کی رو میزنم، یه رندر دیگه میگیرم ببینم حالا اتفاقی افتاد یا نه. فعلا به اون صورت چیزی هنوز نمایان نشده. استاپ میکنم رندر رو. خب میام مجددا خود دقت کنید، برای اینکه وارد تنظیمات نور بشید حواستون باشه تارگتش انتخاب نکنید، محورش رو انتخاب نکنید، خود سورسش رو باید انتخاب کنید. این هم حواستون باشه ها. میاد توی حالا پراپرتیز، توی مودیفای اینجا میبینید. خب با این نور رو خاموش و روشن میکنید. گزینه های دیگه هم مثلا داره، مثلا اینجا گزینه اصلی، یه سر بریم سر اصل قضیه. اینجا چی نوشته؟ IS فایل، یعنی یه سر تکلیف رو مشخص کرده. تو اینجا بعد اینجا روی این سه نقطه کلیک کنید، یک فایل با پسوند اصطلاحاً IS بدید. میبینید البته پسوندای آدم شب بگیره، ولی خب اصولا پسوند IS باشه. شما با این سایت این شرکت های سازنده اینا رجوع کنید، قاعدتا شب بتونید، حالا چه شرکت خارجی حالا داخلی نمیدونم، شب بتونید فایل IS رو پیدا کنید. من برای اینکه حالا یه سری شما راحت‌تر کار کنید، من توی این فولدر فایل دوره یه فولدر IS واسهتون گذاشتم. بازش که کنید، حالا مثلا یک سری فایل IS اینجا هست، مثلا اولی رو باز کنید که قبلا با این عکساش فکر کنم کار کرده بودیم. بذارم رو حالت لارج. میبینید اینا رو توجه داشته باشید، فایل عکسش هم هست با پسوند JPEG، فایل ISش هم هست. خب عکسش خوبیش اینه که شما میتونید بفهمید که مثلا چه نوریه. مثلا فرضاً میخوای روی دیوار کدوم از اینا رو اعمال کنیم، مثلا شاید همین اولی. خب فایل ببین من تو اون نور استاندارد عکسش رو گذاشتم، اینجا میام فایل ISش رو میذارم. خب میام اینجا حالا تو این قسمت این نور رو انتخاب میکنم، اینجا سه نقطه رو میزنم و میام توی مسیر که این فایل رو داریم فایل IS همین یک شماره یکش بود. خب ببین اصلا خودش هم یه خود شکل ظاهریش هم عوض شد. حالا یه رندر میگیرم، حالا تاثیر رو ببینیم چقدر اثر داشت. دقت داشته باشید گفتم شاید لازم بشه فضا رو من تاریک تر کنم، یعنی اصطلاحاً بر اساس میزان تاریکی فضا. خب این قضیه چی هست؟ اصلا مفهوم پیدا میکنه. خب باز ببین هنوز زیاد اثری مشخصه، ولی اثر این نور اینجا چی شده؟ مشخص شده. دقت هم داشته باشید این نور اگه به دیوار نزدیکتر بشه شاید یک دفعه تاثیرش رو خیلی نشون بده. یعنی حواستون به این قضیه باشه، فاصله، جهت، اصطلاحاً شدت، خود عکس، همه اینا روی این شدت نور تاثیر زیادی داره. خب فعلا هم تاثیر نداشت، یا حتی اینطوری بهتون میگم تارگتش به این الان جهتش اینجا رو حالت لایت گذاشتم. مثلا اینو انتخاب میکنم میارمش بالاتر، مثلا شاید اینطوری عمودی بخوره به یه دیوار، مثلا با زاویه حادتری بخوره شاید تاثیرش مثلا بیشتر باشه. گفتم اینا رو تست کنید. اگر اینا جواب یعنی دیدیم مثلا جواب نداد، حالا میریم سر وقت چی؟ گام بعدی میریم سر وقت شدتش یا حتی رنگش یا موارد دیگه. خب من اینا استاپ میگم این هنوز تأثیری نذاشته. میای اینو انتخاب میکنی، حالا میای تو قسمت دیگه. پس فایل IS رو اینجا گذاشتم. اینجا میتونی مثلا این نورا رو بچرخونی یا موارد دیگه داریم. حالا اون گزینه‌های زیادی اینجا داره، ولی خب اصل بازم اینطوری بگم اصل قضیه یه رنگ اینجا میبینی که خب چی هست؟ اصطلاحاً شدتشه، چی بخشه رنگشه. یه گزینه‌ام اینجا میبینی اینتنسیتی.
کلا یادتون باشه کلمه اینتنسیتی یعنی شدت، هر جایی که دیدی یعنی مقدار عددی رو زیاد میکنه. 1700. البته اینجا یه تایپ داره، میتونی بازش کنی، مثلا گزینه های دیگه بذاری. حالا نمیدونم بر اساس واحد، مثلا میبینید واحدی که میخوای عدد رو زیاد کنم. الان مثلا 2700، خب مثلا میکنمش اصلا یه عدد زیاد میکنم، 27000 میکنم. شاید بعضی موقع این عدد با خیلی زیاد بشه تا تحصیل بذار. بعد ما واسه کار من پیش اومد مثلا تا 1000 برابرم بزرگ یا بعضی موقع کوچیکم کردم. میدونی به چی خیلی این وابسته است؟ این الان داره تغییر من یه نشون میده. من ممکنه یه فایلی رو با واحد سانتی متر مدل کنم، یعنی مثلا یه دیوار 320 و 320 مدل کرده باشم، تو یه فایل دیگه با واحد متر مدل کرده باشم، پس 320 رو مثلا همون 320 مدل کردم. اون وقت این عددم به همون نسبت چی است؟ تغییر میکنه. یعنی اینطوری بهتون بگم بعضی موقع این عدد دیفالت 2700 حتی زیاده، یه زمانی حتی مثلا 2,700,000 هم واسش کم میشه. یعنی قشنگ اینطوری بگم خود اینو بالا نبری. انا مثلا 10 برابر کردم، یه 10 برابر دیگه هم میکنم، 270,000 تا حالا رندر میگیرم. گفتم یه خورده به ابعاد پروژه‌م هم وابسته هست. حالا داره تقریبا اثر رو داره نشون میده. شاید من مثلا اثر خیلی زیادی هم داره نشون میده. میبینید نکته مهم، خیلی این با کیفیت تر از اون نور قبلی با اون نور استاندارد و اون عکس در میاد. اصلا بریم اونم این اصلا یه چیز خیلی بی‌رمق و بی‌حالی میشه که بعضی موقع زیاد تحسین نمیشه. ولی اینو میبینی نه، اگه یه خورده فضا تاریک بشه، دیوار مثلا یه متریال مناسب داشته باشه، قشنگ یک چیز فوق‌العاده، خطای نورم واسه اینجا چیکار میکنه؟ نشون داده میشه. پس ببینید چی شد. جمع‌بندی بخوایم بکنیم، یک، اینجا یه عکس میدی. خب این عکس خیلی مهمه، یعنی اصلا از این عکس هست شکل پرتو اینجا عوض میشه. بعدش اگر جای نور رو جابجا کردی، یعنی توجه داشته باشه مثلا این الان بیاد جلوتر، این بیاد پایین‌تر، اصلا شکل نور عوض بشه. خیلی این تاثیر داره. اینو دقت زیادی دوستان داشته باشید. حالا شاید تو این مثلا تو یکی دیگه ای که مثلا حالت عمودی هست، خیلی این قضیه بیشتر دیده میشه. پس یکی جا و زاویه ایناش خیلی اثر داره. بعد همچنین گزینه‌هایی داریم اینجا به اسم رنگ و شدت که اینجا میتونی رنگشو و تو این قسمت اینتنسیتی میتونی شدتشو تنظیم کنی. حالا مثلا من میام یکی دیگر رو انتخاب میکنم. اینجا مثلا میام اینجا این سه نقطه رو میذارم IS، یکی دیگر رو انتخاب میکنم. اینجا میتونی رو حالت آل بذاری موقتا، هم عکس و هم فایل IS رو با هم ببینی. فقط حواست باشه عکس رو انتخاب نکنی، چون عکس رو خب این درست نمیشناسه. میام اینجا مثلا چی انتخاب میکنم؟ مثلا میتونم اینو انتخاب کنم 15، یا مثلا این نایسر رو انتخاب کنم، اوپن میزنم. البته الان نایسر رو که انتخاب میکنیم میان تو این قسمت شدت، عدد الان مثلا برگشت به همون عدد دیفالت، یعنی شد 13000، یعنی عدد مثلا 270 نمونده. یعنی حواست به این قضیه باشه. شاید لازم بشه بازم واسه این شدت رو چیکار کنیم؟ افزایش و کاهش بدید. میبینید یه خورده قوی تر بشه نتیجه بهتری داره. مثلا بذاریم فرضاً 13000 بود، بذاریم مثلا 30000، 2 برابرش کنیم. دوباره رندر رو میزنیم. میبینید خب نه الان خیلی خوب شد. حالا تصور کن یه حالا مثلا نور شب خوابی اینجا گذاشتی، شاید الان خیلی هم زیاد بشه. دقت کنی این زیاده، شاید همون عدد 13000 خوب بود. میدونید چرا؟ حساب کن فرضاً یه فضای بازه، اینجا میبینید روز روشنه، کدوم نوره مثلا هالوژن یا شب خوابی اینقدر میتونه فضا رو روشن کنه. پس شاید دیفالتش معمولا اگر یعنی واحد کار درست باشه و اصطلاحاً نور فضا هم نرمال باشه، شاید همون دیفالتش چی باشه؟ تقریبا تو رنج مناسبی باشه. خب این از این نور. من این فایل رو سیو میگیرم به اسم جدید، براتون سیوش میکنم به اسمش فایل شماره مکس شماره 03. سیو میکنم و ادامه بحث رو میذاریم برای پارت بعدی.